من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. چند بیتی از دفتر اول مثنوی مولانا که گویای حال تک به تک انسان ها میتونه باشه. بارها و بارها تصمیم بر این داشتم که این مسیر رو قدم به قدم شروع بکنیم با تفسیر و توضیحاتی که شاید درک شخصی بنده باشه، ولی متاسفانه تا به امروز این فرصت پیش نیومد و این حس که انسان باید اول به یک تکاملی برسه و بعد پای در این قدم بذاره باعث شد متاسفانه به تعویق بیفته. ولی امروز تصمیم من بر اینه که با تمام نواقص شخصی، با تمام گرفتاری های روزمرگی زندگی پا در این مسیر بگذارم و بتونم قدم به قدم با شما این مسیر رو طی کنم. شاید حال امروز من قدم به قدم بهتر از دیروزم بشه و بتونم این حال رو با شما در اشتراک بذارم. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، آن که بیروزی است روزش دیر شد. مولانا در دفتر اول مثنوی اشاره به این داره که انسان باید مثل ماهی، یا به عبارتی آب که در عرفان به نگاه آگاهی هست و عارف که منظور اون ماهی در این ابیات هست، باید شناور بشه در آگاهی الهی، وگرنه روزش بیروزی میگذره و فقط بدو ازش میمونه. صبح شب، صبح شب، صبح شب، صبح شب. دفتر مثنوی، 6 دفتر مثنوی معنوی کاتالوگ شناخت انسان هست و افرادی که غرق در این هستن که بتونن خودشون رو بشناسن، انسان رو بشناسن، هستی رو بشناسن، خدا رو بهتر بشناسن، پا در این قدم میتونن خیلی راحت طبق سرفصل‌های این دفتر مثنوی به شناخت خودشون بپردازن. اشاره از سرآغاز این دفتر و جالب این که در دفتر اول مثنوی معنوی شروع با به نام خدا، با یاد خدا و این مسائل نیست، شروع با این ابیات هست. بشنو از نی چون شکایت میکند و از جدایی ها حکایت میکند و صراحتا میره سراغ این که انسان مانند یک نی که از نیستان بریده شده و دور مونده به دنبال وصل به اصل خیشه تا پیدا بکنه خودش رو، اصل خودش رو، و به آرامش برسه و به آگاهی برسه و به کمال برسه. چند بیتی رو از اول شروع میکنیم از روی دفتر اول مثنوی خوندن با توضیحاتی. بشنو از نی چون شکایت میکنند، یا بشنو این نی چون شکایت میکند و از جدایی ها حکایت میکند، که مشخصا ساده هست ولی در این سادگی یک نکته بسیار جالب هست و صراحتا مولانا اشاره به نی میکنه، منظور انسانی که بند وجودش میتونه بسته باشه با حسادت، حرص، آز و طمع و این نفخت فیه من روحی، اون دمیدن خداوند در وجود انسان مسکوت بمونه. ولی اگر این بند باز بشه نوای عالمگیری رو ایجاد میکنه که بزرگان تونستن از طریق اون نوا تأثیرات بزرگی در هستی بگذارن. با هم قدم به قدم بریم از بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکنند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. انسان در وجودش، در ناخودآگاهش شوقی به سمت رشد وجود داره که بعضن این شوق حتی میتونه انسان رو گمراه بکنه و با این دفتر و دفاتر مثنوی انسان میتونه خیلی راحت‌تر به عنوان یک کاتالوگ استفاده بکنه و مسیرش رو پیدا کنه. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور مانده از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من. جالب اینجاست که تک تک ما این تجربه رو داریم که شروع به نالیدن میکنیم از شرح حال خیش و روزگار خیش و هر کسی از ظن خودش به ما نزدیک میشه. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست.
چند بیتی رو میگذرم تا به نکته اساسی برسیم، به دلیل اینکه در حوصله بگنجه و زمان. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. ابیات رو اگر بخوایم دونه بدونه شرح بدیم و تفسیر بکنیم، خب خیلی مفصله. در مجموع منظور اصلی این ابیات بر این مبناست که نی رو عرض کردم، انسان یک نی تو خالی اگر باشه، اون دمیدن خداوند درش نوایی ایجاد میکنه عالمگیر. ولی چاره این که بتونه این بند رو باز بکنه عقلانی نیست. به این صورت بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. اگر ما بتونیم کم کم در این مسیر قدم بگذاریم و به یک قناعتی برسیم، عرض میکنم البته عقلانی نیست، چاره کار در نکاتیه که در بعد از این مطلب راجع به عشق میگه. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، آن که بیروزی است روزش دیر شد. عرض کردم نماد ماهی به معنای کسی که در مسیر معرفت قدم برداشته و شناور شده، و آب نماد آگاهی. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، یعنی اگر انسان به مسیر معرفت پا نگذاره و شناور نشه، بیروزی خواهد ماند از روزی آسمانی. روزی آسمانی چیست؟ الهام و آگاهی هایی که هر لحظه میتونه انسان با قابلیت دانلود اطلاعات، با این قابلیتی که داره، ازش بهره مند بشه. انسان بدون آگاهی، انسان بدون ادراک، بدون دانلود اطلاعات، مثل یک موبایل میمونه که به هیچ جا وصل نیست و با ارورهای فراوان در خودش درگیره. اشاره مولانا به این نکته که عشق خواهد کین سخن بیرون بود. عشق حالا عشق رو یک تعریفی از نگاه مولانا خواهیم داشت. عشق خواهد کین سخن بیرون بود، آینت غماز نبود چون بود. آینت دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. میگه برای اینکه شما بتونید منعکس بکنید خدایگونه بودن رو، شما انسانی هستی که میتونی در یک مرتبتی با مهربانی، با عشق منعکس بکنی عکس روی خداوند. ولی چارش اینه که عشق این کار رو براتون انجام بده. عشق خواهد که این سخن بیرون بود. عشق لازمه که این سخن بیرون بیاد. عشق لازمه که اون دمیدن، اون نوای عالمگیر از نی اتفاق بیفته. عشق چاره کاره که این بند حسادت و باز بشه و انسان به رهایی برسه و تو خالی بشه. عشق خواهد کین سخن بیرون بود، آینت غماز نبود چون بود. عشق میخواد که این نی تو خالی بشه، یعنی چاره کار این که اون بند حسادت و حسرت و طمع عقلانی عرض کردم نیست. من ساسان پاشایی اگر امروز متوجه شدم که اسیر حرص و آز و طمع و حسرت و وابستگی و عادت هستم، چارش این نیست که عاقلانه بشینم فکر کنم و تلاش بکنم که از این رها بشم. عشق خواهد که این سخن بیرون بود. عشق میخواد که این بندها باز بشه و اون نوای الهی عالمگیر بشه. در ابیات بعدی و در داستان اول مثنوی بعد از این سرآغاز اشاره میکنه مولانا به راه و مسیر عشق، به این صورت که پادشاهی عاشق کنیزی میشه و از طریق این عشق این بندها باز میشه. اشاره میکنم به این که عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. یا در جای دیگه میگه که عشق استرلاب اسرار خداست، علت عاشق ز علتها جداست. عشق استرلاب اسرار خداست. استرلاب یعنی کلید گشایش صندوقچه اطلاعات الهی. به حالتی انسان رو در درد عشق ملول میبینه، مبتلا میبینه و از این ابتلا انسان میتونه به رهایی برسه.
ادامه توضیحات رو در خدمتتون هستم با دفتر اول مصنوی.